Bonjour, I'm Reno and here is Dubai. Aura Sky Pool بچه‌ها یکی از بزرگترین و لکچرترین استخرهای دبی و شاید دنیاست که یه ویو 360 درجه به معنای واقعی اینفینیتی توی دبی داره. یعنی شما تنها منظره وقتی وارد جزیره پالم میشید دیدن حضرت لامبورگینی یه چیز خیلی ویژواله. قشنگترین تصویری که میشه توی یک اپلیکیشن مسیریابی دید. پالم جمیره and the Palm Tower. این ساختمون 52 طبقه است که در طبقه پنجمش این استخر قرار داره که 200 تا 250 متر بالاتر از زمینه. اینجا باید وله کنید. وله اگه نمیدونید چیه توی پست دیگه بهتون میگم. اینجا وارد شدیم و اون ترفنده که گفتم بهتون اول ویدیو اوکی شد. وارد شدیم بچه با سریع میره آسانسورش که بعضی طبقه رو رد میکنه. مجموعه و پرسنل فوق العاده مؤدبش همه جای دبی البته پرسنل خیلی مؤدب و شیک دارم رو هدایت میکنن به جایگاهمون و توضیح میدن که میتونیم بریم پایین از دوش و بقیه خدمات استفاده کنیم. بلش واقعا قشنگ. He likes Iranians. بچه حالا بهتون توضیح بدم. بعضی وقتا بعضی از این مراکز که حالا هم قد شیک کلاچری هستن اعلام میکنن توی سایتشون که ساعت فلان میتونی شما بیاین و 500 تا بلیت رایگان آورا اسکای ویو هستش میتونید بخرید و واقعی هم هست و من خریدم. الان ما 3 نفری خریدیم و اومدیم اینجا و ما اینجا رایگان اومدیم. قابل توجه اونایی که میگن دبی گرونه محرمتون نرین دبی و صدای جنگنده هم که میشنوید. اینجا قسمت بوتیکی فروشگاه تمام این لوازم لوکس مخصوص به آورا و با برند آورا. یک کیف خیلی شیک و مجلسی. خب اینجا رفتیم قسمت رختکن که خانم خیلی شیک بهمون حوله میدادن. در توصیف زیباییش میتونم بگم که بی‌نظیر بی‌نظیر. و برند تام فورد که خودنمایی میکنه. یکی دو تا از این غذاهای اداییش هم سفارش دادیم. خب همه جای دنیا میدونن هرچی رستوران های لول تر مقیاس غذاها کوچیک‌تر. بچه‌ها راستی حتما با چاپستیک یاد بگیرین غذا بخورین. اینجا تو دبی خیلی از چاپستیک استفاده میکنن. البته حالا ما که اهل نجاسی خوردن نیستیم ولی خب این یک کوکتل بود که اینا دورش میبینین همش فلفل فوق العاده تنده و اینکه اونها هم از این پرتقال معمولی است و به من گفت من به خاطر دیزاین کار میکسش نکردم شما خودتون میکسش کن و اینکه حالا نمیدونستیم که تکیلا رو با فلفل فوق چیلی میخورن. 3 ساعت تایم فری بوکینگ ما بود تو آورا اسکای. خدافظ. البته ماشین ما نیست. در صد ماشین شخص مهمیه با پلک شخصی. واو.